سلام صبا جان، امیدوارم که خوب باشی عزیزم. من پرونده شما رو بررسی کردم و یه سری مشکلاتی دارید مثل تنبلی تخمدان و مشکل یبوست و چاقی که از حدود 1 سال پیش حدوداً 10 کیلوگرم افزایش وزن داشتید. خب ببین، من برای شما یه سری داروهای کاهش اشتها، چربیسوز و سیر کننده میذارم، همراهش مولتی ویتامین و یه آزمایش کامل براتون درخواست میکنم. برنامه ورزشی هم اگر تمایل دارید براتون ارسال میکنیم. برنامه ما برای 1 ماه هستش. ویزیت بعدی ما انشالله چه به صورت آنلاین چه اگه تونستین حضوری 1 ماه بعد خواهد بود و در این 1 ماه در حدود 4 کیلوگرم انتظار دارم که کاهش وزن داشته باشی عزیزم. مراقب خودت باش. به امید دیدار. درود، وقت بخیر. من صبا پیشوایان هستم، ساکن شیراز. سایت خانم دکتر عطیه مهدی زاده رژیم آنلاین دریافت کردم. خواستم از ایشون تشکر کنم. اول بابت رژیم خوب و دقیقی که به بنده دادن، کاملا برای من مثمر ثمر بود و من رو به وزن دلخواهم رسوند. و دوم بابت پشتیبانی خوبشون و پیگیری های مداومشون.